من که به اینترنت وصل کردم و چرا هیچی کار نمیکنه؟ ما تو ایرانیم، دست در آروم میذاریم. خب بچه، یکی از مشکلاتی که ما گیمرهای ایکس باکس همش مدام باش درگیریم اینه که وقتی که دستگاهمون رو به اینترنت وصل می‌کنیم انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. اصلا هیچ دستگاه کار نمی‌کنه، نمیتونیم بازی بکنیم، نمیتونیم وارد اکانت بشیم، نمیتونیم استور رو چک بکنیم، هیچی. دلیلش باز هم تحریم‌های زیبای آمریکاست که ما رو ول نمی‌کنه، گریبانگیر ما شده. ببینید بچه‌ها، برای اینکه این مشکل رو برطرف بکنیم باید از DNS استفاده کنیم. DNS یه سری عدده که حکم VPN رو اجرا میکنه. زمانی که ما این DNS ها رو وارد میکنیم توی قسمت نتورکمون، به راحتی دستگاهمون به سرورهای مایکروسافت وصل میشه و انگار که مثلا ما خارج از ایرانیم. DNS ها رو معمولا ما توی هایلایت های پیج میذاریم، میتونید برید اونجا جدیدترین DNS هایی که هست و فعاله رو ازش استفاده بکنید. اسلاید بعدی میتونید ویدیومون رو ببینید. امیدوارم که بتونید استفاده مفید رو داشته باشید. فقط یادت نره قبل از اینکه اسلاید بعدی رو ببینی ویدیو ما رو حتما لایک کن و به ما انرژی بده. خب بچه‌ها، برای اینکه ما بتونیم به سرورهای ایکس باکس وصل بشیم باید DNS وارد کنیم. طبیعتاً چون مایکروسافت ما رو تحریم کرده و با اینترنت عادی نمیتونیم وارد شیم، یا VPN یا DNS که همون کار VPN رو انجام میده. ببین زمانی که اینترنت ما وصله، اگر بخوایم توی اکانت بریم حتی اجازه به ما نمیده، میگه سرویس آن اویلیبل، به خاطر اینکه DNS نداریم. در نتیجه اول اسکیپ ساین این رو میزنیم تو قسمت ستینگ، تو قسمت جنرال نتورکمون رو ما تعریف کردیم. این الان اینترنت به نتورک دکتر گیم وصل شده. زمانی که میخوایم DNS رو بزنیم، نوار سمت راست، آخرین گزینه ادوانس ستینگ، گزینه دوم DNS ستینگ و گزینه پایینی DNS رو از حالت اتوماتیک خودش هست ما به حالت منوال در میاریم. حالا شروع میکنیم DNS هایی که توی پیج، توی هایلایت ها هست، هر کدومش بسته به اینترنت شما میتونید ست بکنید. حالا به اینترنت ما این DNS شکن جواب میده. 178 ببین اینجوری وارد میشه. 22 دوباره دکمه RB رو میزنیم، مثلا 122 100. دکمه سه خط رو وارد میکنیم، میریم سراغ DNS دوم. DNS دومی الان ما 00 وارد کردیم. بخواید تو میتونید عدد وارد کنید یا 00، بستگی داره گفتم روی اینترنت شما کدوم جواب بده. مثلا 185 دکمه RB 51 200 دکمه RB اینو با پاک کنیم، دو دکمه سه خط رو میزنیم، تایید میده. یه دکمه بک میزنیم، شروع میکنه چکینگ کانکشن. ببین میگه ایتس آل گود، همه چیز خوبه و کنسول شما کانکت شده به اینترنت. کانتینیو رو میزنیم، سمت راست نگاه میکنیم، میبینیم که زده آل سرویس آر اویلیبل، همه سرویس ها در دسترسه. برمیگردیم به راحتی اینجا انتخاب میکنیم دوباره اکانتمون رو و وارد اکانتمون میشیم. مشکل DNS حل شده و به راحتی میتونیم الان ما آنلاین بازی کنیم.